ساکنان تاجیکستان در یک سال یک بار امکان دارند که ده‌ها ماشین قدیمی ساخت شوروی و خارجی را از نزدیک دیده عکس برداری کنند و حتی چند لحظه سر چند برک نشینند. در نمایشگاه ماشین‌های قدیمی که در پایتخت تاجیکستان برگزار شد، خودروی بیویی که ساخت سالهای سوم، اوپل و مرسدس دوران جنگ دوم جهانی، فورد و شورلت و پنتیاک راه یافتند. در این نمایشگاه ژگولی و 06 را هم جای داده بودند که برای نسل نو در تاجیکستان اکنون از جمله ماشین‌های قدیمی به حساب می رود. ماشین‌های قدیمی در تاجیکستان اساساً به ساکنان میانحال متعلقند و آنها میگویند که چنین ماشین‌ها را اساساً از روی شوق و محبت زیاد جمع آوری کرده و تا امروز نگه می‌دارند، در حالی که در کشورهای غربی اساساً ثروتمندان ماشین‌های قدیمی را گردآوری می‌کنند. طاهر، یک ساکن دوشنبه، میگوید اوپل ادمیرال را چند سال پیش از دوستانش خریده بود و تقریباً 10 سال باز به قول خودش به آن عمر دوباره می‌بخشد. همین مردگی معمول عمر دوباره میکنه. وفا، یکی دیگر از ساکنان پایتخت، صاحب گاز 69 است و تمام قسمهاش را از یاد میداند و میگوید که این ماشین سال 1954 استحصال شده. برای تعمیرش از تجهیزات ماشین های کهنه از جمله او از استفاده میکند. در چهارچوب نمایشگاه ماشین‌های قدیمی در دوشنبه آزمون هم برگزار شد. در این آزمون نه به چگونگی ساخت ماشین‌ها بلکه توجه ساکنان به آنها بها داده شد. همه صاحبان ماشین‌های قدیمی در این نمایشگاه بی تحفه نماندند. حداقل آنها برای گرفتن چند لیتر سوزشواری امکان پیدا کردند. نمایشگاه ماشین‌های قدیمی چند سال باز در تاجیکستان برگزار شده هواداران زیاد را گرد هم می‌آورد. بعضی‌ها برای تماشا با خانواده‌های خود به این نمایشگاه می‌روند. نخستین بار نمایشگاه ماشین‌های کهنه ساخت شوروی و خارجی در تاجیکستان سال 2010 در پایتخت برگزار شده بود.